اسلام رو پیدا کرد و هدایت رو پیدا کرد. مادرش دستش بلند کرد که بزنه تو صورتش، گفت من همراه محمد میروم. یه نگاهی تو چشم پسرش کرد، گفت همه چی بر تو حرام. دستش بلند کرد که سیلی بزنه تو صورتش، یک نگاه محبت آمیز که چشم مادرش انداخت و آخرین جمله رو بهش گفت مادر بیا با هم بریم. مادر بیا با هم بریم خدمت محمد صلی الله علیه وسلم. چرا من تنها بروم؟ اون دستش بلند میکنه که سیلی بزنه، این یه نگاهی میکنه، نگاه مسئولیت، نگاه احساس مسئولیت تا آخرین لحظه رو فکر نجات مادرش هست. مادر بیا با هم برویم. نیامد. انك لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولی سروران من، و گاه وقتی دوست نداشتن عین دوست داشتن است. اولین چیز باید خدا دوست بداریم، الله. چطوری دوستی ما با الله قوی می شود؟ باید دوست نداریم تا دوست بداریم. باید غیر الله و دشمنان الله و هر چی که الله بدش می آید و اونو به عنوان معصیت اعلام کرده اونو کنار بذاریم. ما می شویم بنده مؤمن و عزیز الله. پس باید دوست بداریم اون چیزی که الله دوست دارد و اگر می‌خواهیم که الله هم ما را دوست بدارد و دوستی ما کامل بشود، دوست نداریم آن چیزی که الله دوست ندارد. نه تنها دوست نداریم بلکه نفرت و دشمنی رو آشکار بکنیم. ما چون تو ضد الله هستیم و الله دوست نداریم و این امر خلاف رضای الله هست و محبت الله هست، ما تو رو کنار زدیم. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الایمان. کسی که به خاطر الله دوست بدارد، به خاطر الله دشمنی کند، به خاطر الله ببخشد، عطا بکند، به خاطر الله اجتناب خودداری بکند، نبخشد، فقد استكمل الایمان. این کسی است که دنبال کمال ایمانش است. این دعا را در سوره کهف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا آتنا من لدنك رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا. پروردگارا از نزد خودت برای ما رحمتی بفرست که این رحمت سبب رشد ما بشود. میدانید که رحمت خدا، رحمت واقعی خدا چیست؟ این که خدا به توفیق بده با عقلت فکر کنید. باور بکنید رحمت واقعی خدا این که خدا و انسان عقل بده و توفیقش بده که با عقلش فکر بکنه در خوبی ها. اگر خدا میلیون ها رحمت نازل بکنه از عقلت استفاده نکنید، خوب فکر نکنید، از همه رحمت ها بی بهره نامید و همه رحمت ها رو استفاده نادرست میکنید. رحمت خدا زیاده ولی ما عقلمون به کار نگرفتیم. ربنا آتنا من لدنك رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا. رحمتی بده که بعد از اون ما عاقل باشیم، به رشد برسیم، رشید باشیم، درست تصرف انجام بدیم. پس رشادت با عقل مرتبطه، ولی خداوند اینجا این عقل به عنوان یک رحمت ارزشمند معرفی کرده. هر کسی با این عقلش فکر نکنه رشادت از دست می‌دهد. به نص آیه سوره کهف یک سوال، پیرمرد بی سوادی که سواد نداره چطوری فکر بکنه؟ چطوری خدمت به جامعه بکنه؟ پدر ریش سفیدم که وجود در سفین اول برکت هست و وجود در صف جوان برکت هست و دلگرمی برای جوان هست. میدونه وظیفه تو چیه؟ این که رو جانماز بنشینید، دست بلند بکنید، بگی خدایا جوانا رو ما هدایت بفرما. همین. اگر کاری دیگر نمیتوانید رو جانماز بنشین، دست بلند بکن، گریه بکن،
خدایا جوانا فرزندای ابنای مسلمین به راه راست هدایت بفرما. این بزرگترین خدمتش است. ولی هدفدار و فکرمند دعا بکن. آیا شده که به خاطر جوان و نسل آینده مخصوص بری وضو بگیری رو جانماز بنشینی دعا بکنی؟ یا این که وضو گرفتید نماز بخونید و مثلا دعایی هم میکنن؟ نه، مخصوص با فکر برو وضو بگیر، 2 رکعت سنت هم بخون، نیم جز قرآن هم تلاوت بکن. گفت بگو رو همین جانماز خدایا بلند نمیشم تا تو جوانای ما را هدایت بکنید. و حضرت امام مالک رحمت الله علیه در مسجد النبی صلی الله علیه وسلم حلقه درس بزرگی داشت و اشاره میکرد به شاگردانش به صف اول مسجد. میگو شاگردان من، در صف اول مسجد پدرها و ریش سفیدا و پیرمردایی هستن که نشستن. ما وقتی میخوایم دعای باران طلب بکنیم میریم به دعای اونها متوسل میشویم، چون مستجاب الدعوه هستن و در چون حدیث قبول نمیکنیم، اهل علم نیستن. این وظیفه شما. از امروز مادرها و پدرها سالخوردگاه که تو خانه نشستن فقط دعا بکنن. دعا خیلی کارسازه. یک دعای پیغمبر سبب اسلام ما و روم به دنیا شد. اللهم اعز الاسلام به احد العمرین. خدایا اسلام را عزت ببخش به اسلام یکی از این دو تا عمرها، عمر ابن الخطاب و عمرو بن هشام ابو جهل. عمر ابن الخطاب به برکت دعای رسول الله و جدی رسول الله مسلمان شد و از برکت اسلامش دنیای مسلمان شد. دعا رو دست کم نگیریم. من امثال من اگر پشت این میکروفون ایستادیم و حرکتی میکنیم، باور بکنید 90% از برکت همین دعاهاست، 100% از برکت همین دعاهاست. وقت دیگه چیزی نمانده. چند جمله هم درباره تربیت فرزند میگویم. امروز شکوه‌ها و شکایت‌ها و گله‌ها زیاد است. جوانای ما خوب نیستن، جوانای ما منحرف شدن، معتاد شدن، شرابخوار شدن، فیلم‌های مبتذل رد و بدل میکنن، ماهواره نگاه میکنن، فلان میکنن. ولی میدانید که اسلام چه میگوید؟ قرآن چه میگوید؟ الله و رسول الله چه میگویند؟ میگویند اگر پدر و مادری و جامعه‌ای فرزند صالح میخواهد باید 4 نفر صالح باشد. اگر ما میخوایم که دختر و پسرمون صالح باشند و مصلح باشند و عالم و دانشمند و مفید و پاک باشند و خدمتگزار جامعه باشند و آبروی جامعه اسلامی باشند، باید 4 نفر اول خوب بشوند. این 4 نفر کیست؟ اولین کسی که باید خوب بشود پدر هست. اگر پدری پسر خوب میخواد باید خودش اول خوب باشد، چون پدر خوب نباشد پسر خوب نخواهد. اگر باشد این یک معجزه است. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اون یه بحث جداگانه است، اون قاعده کلی نیست. پس اگر فرزندان خوب بشوند باید 4 نفر خوب بشوند. اول پدر. سوال: فرزندم چرا خوب نمیشوید؟ چرا آدم نمیشوید؟ چرا تابع نمیشوید؟ چرا با خدا نمیشوید؟ اول تو خودت بگرد، جلو آینه بنشین، جلو آینه خودت تنهایی. فلانی تو خوب هستید؟ خودت خوب هستید؟ صالح هستید؟ پاک هستید؟ رابطت با خدا چقدره؟ یک شاگردی از من سوال کرد، گفت جسارت نباشه جناب استاد، تو استاد منی. شاگرد یک سوال اگه بکنید جواب چیه؟ گفتم هر سوال دارید بکن. گفت رابطه تو با خدا چقدر قویست؟ این شاگرد روی خودش کار کرده تا به خودش اجازه داده به شیخش بگه
رابطه تو با خدا چقدر خوبه. اگر عصای بود اونجا، اگر این سال که جمع میکرد همونجا خفش میکردیم، خردش میکردیم، ولی این بزرگترین خدمت به استاد کرده. از روزی که از من سوال کرده فقط فکرم مشغول کرده. استاد رابطه تو با خدا چقدر خوبه، قوی. چه سؤالی بود. اگر من واقعا این فکرم به کار بندازم